معمای ترسناک یک شب تلخ زیر دوش آب گرم در حمام منصوری چه بر سر سید آمد. گزارش‌ها حاکی از پاره شدن مقعد سید توسط چند شخص ناشناس در یکی از شب‌های سرد پاییزی. یک منبع معتبر به قاشقر گفته شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر خامنه‌ای، در اسناد محرمانه‌ای که فاش شده گفته او نه تنها یک بار بلکه بارها و بارها سند و عقب سیدعلی را مورد عنایت قرار داده. سید این ماجرا شخصی که خود بر زبان آورد که لایق این حاکمیت نیست، اما کسی توجهی به حرفهایش نکرد تا ضرب المثل هر که این داد مرد میدان شد به واقعیت تبدیل شود. باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون. سیدی که این روزها از زبان خدا هم صحبت می کند همان نقل گرمابه‌ای هست که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود.